در ناحیه بلندکوی شهرستان مراسم دعوت بهاری جوانان شجاع دلیر به خدمت حربی تحت عنوان روز دعوت شونده برگزار گردید که در آن جوانان وطن دوست و شجاعتمند در تن سر لباس یگانه قدم زنان و سرودخوانان اینچنین در فضای ایدانه و روحیه بلند خویشتن‌شناسی از نزد کمیسریات حربی تا میدان پرچم دولتی راهپیمایی آسایشته برپا نمودند. در ادامه به مناسبت روز دعوت شونده در خیابان پرچم دولتی همایشی متنطن دایر کرده شد که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، حفظ حقوق و ترتیبات، افسران و سربازان قسم‌های حربی حدود ناحیه، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدان سربازان نودعوت شدگان اشتراک نمودند. ضمن چاره‌بینی با شکوه روز دعوت شونده مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان تاکید نمودند که حکومت مملکت جهت باز هم رشد دادن و فراهم ساختن شرایط سازگار برای سربازان و افسران شجاع وطن پیوسته تدبیرهای مقصدناک اندیشیده ایستاده است. جوانان دوران صاحب استقلالی ناحیه بلندکوی شهرستان به خوبی درک نمودند که استقلالیت کامل میهن بر عوض جهد و تلاش‌های خسته‌ناپذیر ساکنان مملکت تحت سروری فرزند فرزانه ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، بنیادگذار دولت نوین تاجیکان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده است و حفظ و حمایت این نعمت بی‌بهای تاریخ برداشت نسل امروز و فردا واگذار است. با اظهار منتداری به والدین جوانان دعوت شونده که با امر دل و وجدان به صف ارتش ملی پیوستند، مسئولین مقامات محلی به همه آنها در ادای این رسالت پرشرف سلامتی، خوشبختی، هوشیاری و زیرکی، متانت و جسارت و در راه حفظ وطن عزیز قرار و موفقیت آرزو نمودند. معرکه گسیل جوانان بیباک و دلیر و چست و چالاک شهرستانی را با جزو تامهای ارتش ملی رسالت عنعنوی نانگزان شکوه تازه بخشید. مادران و خواهران ناحیه به فرزندان و برادران باننگ و ناموس خویش که خدمت وطن مادر را به طور اختیاری وطن دوستانه و وطن پرورانه برداشت گرفتند، با نیت خدمت صادقانه و بازگشت سربلندانه نان گزانیده فاتحه نیک دادند.